سلام برای بخش شما به این ویدیو. من آرمیکسم هستم و امروز اومدیم با هم دیگه چالش رو انجام میدیم. چالش پیدا کردن 10 تا رنگ با دوچرخه که من توی پارت قبلی فقط خودم تنها بودم، ولی امروز یکی رو داریم که دوست نداره چهرهشو نشون بدیم، پس چهرهشو نشون نمیدیم و فقط صداشو میشنویم. پس بریم که شروع کنیم 10 تا رنگ رو پیدا کنیم. هر کسی که زودتر 10 تا رنگ رو پیدا کرد باید سریع زنگ بزن به اون یکی و بگه تو تموم شد و دیگه یه مجازاتی هم برای کسی که باخته انجام میدیم. خب بچه‌ها بریم که شروع کنیم 10 تا رنگ رو پیدا کنیم. امیدوارم که 10 تا رنگ رو من پیدا کنم و این دوستی که اومده امروز کمکم کنه رو به چخ بدم. اولین رنگ رو میبینیم که سفید و آبی هستش. دومین رنگمون رنگ زرد هستش و سبز. این که دوتا رنگ سفید رو ما میگیریم. اینم سبز، دوتا خیلی خوب داره پیش میریم. ما اینم گروه سیاه، سه تا پیدا کردیم رنگ. ببخشید دیگه چی باید پیدا کنیم؟ این آبی رو پیدا میکنیم 4 تا. تا فعلا چیز جدیدی پیدا نکرد. یک رنگ قرمز آجوری بود. لازم بایستید. خب اینجا که دارید میبینید رنگی مال به زرشکی. تا الان 3 تا رنگ رو پیدا کردیم و همکنون رنگ 4 ببینید معلومه رنگ آبی. خب بچه ها رنگ مشکی رو داریم و رنگ سفید رو گفتم. چند تا گفتم؟ اون طلایی رو ما 5 تا پیدا کردیم. به نازم 5 تا پیدا کردم، یعنی که تو 40 ثانیه من 5 تا پیدا کردم. عجیبه، واقعا عجیبه که دارم 5 تا رنگ رو تا الان پیدا کردم. و بریم که یه جای دیگر رو هم بگردیم ببینیم چه خبره اون طرف. خب اینا رو که پیدا کردیم ای خدا چرا دیگه نیست. 5 تا رو تا حالا پیدا کردم. به 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 خوش به حالم که این کادر رو پیدا کردم. صدای خب اینن که کرمی 6 تا. دوست من از اونجا داره شروع میکنه. من فقط دوچرخه‌ای رو نشون میدم. خب دستم یه خورده داره میلرزه. داله رو گفتمش. خب برگشتیم اون طرف رو نمیتونستم فیلم بگیرم. سبز پیدا کردیم. درست سبز پیدا کردیم. ای خدا تا الان 6 تا پیدا کردیم نه؟ آره اینم که خاکستریه به نظرم. خب از همون اول من روی سطح آشغال حساب نمی کنم. خب بریم توی اون کوچه بگردیم که همیشه میرفتیم ببینیم چی کاسب میشیم. به نظرتون من میتونم این همین رفیقمو نابود کنم؟ آفتابی هم گرفتی. به آفتاب. این که زرده به نظرم. 7 تا پیدا کردیم. پس اینن که نارنجی مانند 8 تا. اینجا رو هم که دیگه حتما همین هست. بریم یه جای دیگه برگردیم. 2 تا دیگه فقط دارم
که تمومش کنم. چرا راه نمیره؟ راه برو. یا اول فضل عباس، شما ندیدید من چیکار کردم، چون دارم دو چرخه رو بلند میکنم، خیلی سخته. بریم چند دوتا دیگه پیدا کنیم و دیگه برنده بشیم. به نظرت من برنده میشم؟ حتما آرمین رنگ پیدا کن رو فالو کنید، یعنی کامنت کنید. ما بریم از این طرف. اینا قهوه‌ای ماننده خودتونم ببینید. اینا پس ما 9 تا رو پیدا کردیم خوشبختانه. ما 9 تا رو پیدا کردیم. پس داریم دوستمون رو میبینیم. دوست نداره چهرهش نشون داده بشه. اگر لایک های این ویدیو به 10,000 تا برسه من چهره اینو نشونتون میدم. هر طوری هم شده من نشونتون میدم. خب بچه ها، حالا این قرمز آجوریه ببینید بچه، زیاد بکنم معلوم نباشه ولی هست. یه رنگ سبزی هم دوباره دیدم. ببینید رنگ سبز تمام. بچه در حین ناباوری که من 9 تا رو پیدا کرده بودم، این رفیق ما 10 تا رو پیدا کرد. همین که ما قهوه سوخته رو که 9 تا رو پیدا کردیم، اون 10 تا رو سری پیدا کرد. بن آدم این تو چطور پیدا کردی؟ قرار منو مجازات بده. امیدوارم که این مجازات خیلی خوبی بده، راحت بشم. بریم که مجازات رو ببینیم. چیه؟ زبونتو در بیاری برقص، آهنگم بخونی. زبونمو در بیارم برقصم؟ بله. بچه بدترین مجازات منه، چون همین امشب 40. ما همین چند دقیقه پیش نزدیک 40 گرفتیم. بعد حالا برم برقصم جلو اونم تو خیابون. یعنی یه روز بباخی من دهن تو رو سرویس میکنم. حالا وایس اینجا همه میبینم. دقیقا بگو چیکار کنم؟ آهنگ بخونم؟ بله. دیگه چیکار کنم؟ زبون تو در بیاری. زبونم فقط در بیارم؟ زبونم در بیار آهنگ بخونم؟ باش؟ آره. نمیتونم. میتونم. باش کن. سلام. نمیتونم. زبونم در نمیاره. من نمیتونم برقصم بچه ها. من نمیتونم. چه آفتابی هم داره میزنه. بگیریم برقص. 85 گلری. آهنگ محلی خودمون رو میخونیم. 85. داری میگیری؟ بله. چرا داری میگیری؟ 85. چرا این بشر به من مجازات داد، انجام دادم، خیلی بد بود. امیدوارم که هیچ وقت اینو انجام ندم، اونم تو خیابون. فقط شما تو خیابون بدن عصبانی نمیشید؟ نه تو کامنت رو بهم بگید عصبانی نمیشید؟ حتما تو کامنت رو بهم بگید. لایک و سابسکرایب بکوب که همیشه انرژی میگیرم و ویدیو جدید رو میسازم. و خدا نگهدارتون.